پایان فعالیت عادل فردوسی پور در ایران. داخل ویدیوی امروزمون قراره به صورت کامل راجع به حواشی عادل فردوسی پور، حواشی که دیروز درست شده بود، صحبت بکنیم و بهتون یه سری دلایل بگم که چرا سایتش کلا قطع شده و بسته شده. بهتون پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو همراه من بمونید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. از اونجایی که این ویدیو زیاد ربطی به حالا عادل و نمیدونم فوتبال و کلا چنل ما ربطی به این داستان نداره، این ویدیو که ربط داره خب، ولی خب ما آدمی هستیم که صرفا دوست داریم حاشیه‌ها رو به روز بهتون برسونیم، هر چیزی که هست، هر حاشیه‌ای که هست رو بهتون به صورت کامل برسونیم و بگیم که چه اتفاقی افتاده. بچه‌ها یک لحظه قبل اینکه ویدیو شروع شه وقت بذارید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. الان داری نگاه می‌کنی، قبل اینکه ویدیو رو شروع کنم نزن بره جلو، دستتون اینجوری تپ تپ نزن بره جلوتر. یه لحظه وقت بذار کانال یوتیوب رو سابسکرایب کن. دمت هم خیلی گرمه، به من کمک کن که زودتر کانالم بتونه به اون اوج خودش برسه، بتونیم براتون برنامه‌ای با کیفیت تری در رابطه با حواشی روز درست کنیم. بچه‌ها اول از همه بهتون بگم که حواشی که دیروز پخش شد مبنی بر این بود که سایت 360 فوتبال 360 عادل فردوسی پور به صورت کامل از دسترس خارج شده. اما چه چیزی اینجا هست که من باید بهتون بگم؟ صبر کنید. اول از همه نگاه کنید، داستان اینه که عادل فردوسی پور حواشی که حالا ازش اومد بیرون به صورت کامل این بوده که مثل این که من حالا اطلاعات دقیقی باز ندارم در رابطه با این داستان، میگن در رابطه با حالا امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی انتقادایی که بهش کرده میگن سر اون داستان بوده و یه سریام میگن سر مصاحبه با حالا علیرضا فغانی بوده. خب داور 4 دوره جام جهانی علیرضا فغانی، که البته علیرضا فغانی درست ایرانیه ولی خب ملیتش در اصل استرالیاییه و تابعیت ایران رو نداره، فقط تابعیت استرالیا رو داره. یعنی حالا دیگه بیخیال، نمیخوام وارد این مسائل زیاد بشم. میگن که یکی از دلایلش این بوده که با علیرضا فغانی حالا اومدن مصاحبه کردن سر این داستان. دو تا قاب ببینید، واقعا خب جفتشون آدمای بزرگی هستن، نسبت هم عادل هم علیرضا فغانی آدمای موفقی هستن در حوزه فوتبال. و خواستم اینو بهتون بگم بچه‌ها، در کل سایت 360 فوتبال 360 جوری که بچه‌ها گفتن از کار افتاده. من دو سه تا حالا مقاله خوندم، دو سه تا تحقیق چت جی پی تی زدم، خواستم بهتون کاملش رو بهتون بگم دیگه. دیدم اصلا اطلاع تکمیلی یا اون حالا ویدیو تکمیلی زیاد نساختن، گفتم من این ویدیو بسازم به صورت کامل بگم. اول توضیحات رو بدیم، با هم دیگه صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ دیدن این حرفای عادل. 3 ساعت لایو گرفته، یه تیکاش تو اینستاگرام پخش شده گریه میکنه این داستانا. اینا رو نذاشتم ولی گلچین درست کردم که با هم دیگه قراره به صورت کامل ببینیم، چون کپی رایت می‌خوریم اینجوری احتمال زیاد. از 3 ساعت نشستم براتون 5 6 دقیقه ناب جمع کردم که با هم دیگه ببینیم، حالا می‌بینیم در ادامه. و حالا زومیت یه گزارشی تهیه کرده بود که میگفت که آقا این فوتبال 360 سر شکایت و این داستانا چی اومده بسته شده. اما چرا؟ ببینید چون اینا خب دامنه هاش و اون هاست سایت، اون زیر ساختای سایت، خلاصه بهتون بگم ببین داخل خارج کشور اکثر زیر ساختاشون رو کشور خودشون مچه. مثلا این سایت داخل ترکیه خب وقتی دچار اختلال میشه یعنی کل سرویس های ترکیه، کشور ترکیه دچار اختلال شده. و الان کشور ما داخل ایران هستیم، فوتبال 360.ir یعنی که آقا رو دامنه .ir ایران ثبت شده بوده و زیر ساختاش رو کل بستر چی بوده؟ خود کشور ایران بوده. تو زمان نت ملی هم می آورده بالا. مثلا شما زمان نت ملی میتونی سایت هایی که داخلی هستن رو بیاری ولی میتونی یه سایت خارجی رو بیاری بالا، نه چون زیر ساختاشون با زیر ساختای اینا مچ نیست. و الان ولی زیر ساختای فوتبال 360 با مجوزایی که داشته رو مچ بوده با ایران. خب و میگن بعضی از حالا اون هاستا، بعضی از اون مسائل فنی و این داستانا روی اون حالا داستانه ملی بوده، روی اون هاستای ملی بوده، رو نمیدونم حجمای ملی بوده و در نهایت کشیدن سایتو پایین. یعنی مثلا چجوری بهتون بگم، مثلا یه دونه شما میری هاست میخری، مثلا یه پشتیبانی سایت میخری که پشتیبانی سایت ایرانیه، بعد داخل ایران داره طرف کار میکنه، به تو سرویس میده. خب این سرویسی که اینجا داره بهتون میده تحت نظارت دولته، یعنی دولت دسترسی کامل روش داره. خب و دولت بیاد به این شرکت اعلام بکنه آقا بیا اینو نبنده، اون شرکت متخلفه و میتونه بیاد پلمبش کنه کلا، اصلا تموم شه بره پیکاری. و حالا مثل آروان اگه اشتباه نکنم گفتن که آروان کامل سایتو کشیده پایین اون زیر ساختاش. و زومیت هم یه مقاله‌ای حالا اومده درست کرده که زیاد راجع به اینکه چرا قطع شده متاسفانه مانور نداده، بیشتر حرفای عادل فردوسی پور رو تایپ کردن گذاشتن اینجا. خب
و اینجا گفته که حالا این سایت ها به خاطر این بوده که این داستان اتفاق افتاده و نوشته احتمالاً همین بی پاسخ نگذاشتن گفته‌های آقای سرمربی تیم ملی بود که موجب از دسترس خارج شدن سایت اپلیکیشن فوتبال 360 بود. کلا حرفای عادل و گذاشته آنچنان مانوری نداده، فقط یکی دو جاش توضیح ریزی داده، ولی خب آنچنان توضیح من زومیت ندیدم و به نظر منم که خودم ببین آدرس دقیق سایت فوتبال 360 آدرس اپلیکیشنشونه و من نمیدونم حالا اپلیکیشنشون از مایکت و اینام حذف شده یا نه. یه لحظه همینجا هستیم ببینیم دیگه. اگه مایکت اینا حذف شده باشه یعنی هیچ وقت دیگه قرار نیست فیلتری در بیاد جایی که من میدونم. البته مردم عادل رو دوست دارن، حتی اگه وی پی ان هم بزنن باز میان میبینن. خب 360 اما مایکت آره نه اما مایکت بچه حذف نشده. از مایکت این الان مایکت حذف نشده و هست دیگه داخل مایکت. حالا ببینیم چی میشه. نوشته ادامه راه 90 با 360 و مایکت کامل حذف نشده. فقط دلیل این که این حذف شده همون زیر ساخته بود که بهتون گفتم. البته مایکت بچه‌ها حذف نشده ولی قسمت دانلودش هم نمیاد بالا، یعنی عملاً از دسترس اپلیکیشنش هم خارج کردن. و تا اینجای کار حالا بریم سراغ حرفای خود عادل. الان این داشتیم ما هم دیگه صحبت می‌کردیم، خب باز شد و تموم کامنت ها رو اکثرا رو دارن پاک میکنن انگاری. یعنی البته مایکت که توش آزادی خیلیه، میدونی حتی مثلا فایل ویتور اینا میذاشت تا چند وقت پیش. این چیزی که حالا با هم دیگه ببینیم 2 دقیقه قبل از اینکه برنامه شروع بشه ما الان 110 قراره شروع بشه. خیلی ببخشید که الان ساعت 11 ما خدمتتون هستیم. شما از طریق اینستاگرام ببینید یه نفر کامنت گذاشته حاجی پشمام ریخته، قلعه‌نویی از پزشکیان قدرتش بیشتره. تلگرام و یوتیوب الان ما تماشا میکنیم. اپ سایتمون چرا نگفتم؟ برای اینکه یهو خود جوش واقعا خودجوش واقعی از 5 دقیقه 10 دقیقه مونده برنامه اپ سایت ما اصلا بالا نمیاد. آقا زنگ بزنید فنی اینور اونور بچه‌ها چی شد، مرتضی محمد میلاد چیریه داستان اینا خودش اونا زنگ بزنید به بچه آروان و پویا و خلاصه به هر کی زنگ زدین گفتم آقا چی شده فلان شده بهمان شده. خلاصه کسی جواب آنچنانی به ما نداد. نمیدونم حالا گفته بود دیگه آقای قلعه‌نویی روز قبلش گفت آقا نذاری صحبت کنن، نذاری انتقاد کنن، ببندید، نمیدونم جلوشون رو بگیرید و از این داستانا. و من فکر می‌کنم خب آقا صحبتی کرده، نمیدونم یه همچین حرفی زده. فکر نمی‌کردم اینقدر اینجا نمیدونم امیدوارم که اینجوری نباشه، مشکل واقعا فنی بوده باشه و میگم شاید بدترین روش دوستان برای ساکت کردن در نظر گرفتن. به هر حال هست مسیرهایی برای حرف زدن با شما، یوتیوب هست، اینستاگرام هست، تلگرام هست، صفحه شخصی میتونه باشه، خیلی جاها هست برای حرف زدن. خاموش کردم خیلی راههای بهتری شاید وجود داشته باشه و نمیدونم چی بگم واقعا نمیدونم چی بگم. من گفتم این مملکت به حال آدمای عاقلی توش هستن، به حال کسایی هستن که تصمیم درست میگیرن، میذارن حرف درست زده بشه، جا واسه نقد کردن هست، جا واسه نقد منصفانه هست. ولی اگه واقعا همچین چیزی باشه، صحبت از فیلترینگ و بستن و این چیزا باشه، واقعا من خودم به این باور میرسم که اصلا واقعا حساب کتاب نداره، صاحب نیست اینجا اصلا. کسی که آقا یه نفر بیاد به عنوان سرمربی تیم ملی از اینکه نقد شده و بهشون برخورده همچین برخورد رادیکالی انجام بشه، واقعا دیگه سنگ رو سنگ بند. اینجا دیگه عادل کلا زده سیم آخر قانون این چیزا چی میگه و چه جوری هست. رضا جاوانی عزیز اینجا. خب این تمام شد و بریم حالا سراغ ویدیویی که خودم گرفتم براتون به صورت کامل. دورش تون میکنم با هم ببینیم. 5 دقیقه است حدوداً. یه تیکهشو با هم دیگه ببینیم و من اینا رو براتون تیکه تیکه جدا کردم. نمیدونم کپی رایت ممکنه بخوره یا نه. خب حالا بذاریم یه تیکهشو براتون. و اینجا اومده بودن باش صحبت می‌کنی. با کیفیتم براتون گرفتم. بچه‌ها نظرتونه که من اینو بذارم براتون در انتهای ویدیو دیگه، تقریبا انتهای ویدیو، من آخرای ویدیو میره تموم میشه ویدیو. اینو براتون بذارم رو دور تون، خلاصش به صورت کامل خودتون ببینید و صحبت‌های عادل یه سری صحبت‌های دیگه هم کردن داخل برنامه. من بخوام بمونم ممکن حوصله‌تون سر بره. قشنگ این کامل براتون باز میشه به صورت کامل خودتون بتونید ببینید. سایت 360 الان من دارم تست میکنم، چه با وی پی ان چه بدون وی پی ان این سایت چی باز نمیشه. کلا از دسترس سایت رو خارج کردن و هیچ جوره اصلا سایت رفرش هم نمیشه. حتی معلوم نیست همچنان مشکل از چیه. زیر ساختای سایت رو زدن، زیر ساختای بچا سایت نمیدونم ملی بوده چه اتفاقی افتاده که زدن و هیچ کدوم از این. ببین بزرگترین سایتی که در رابطه با فناوری و همه چی میاد اصولا توضیح میده به صورت کامل همین دقیقاً زومیته که زومیت هم چی نگفت. زومیت نمیدونه چه خبره دیگه، ما بدونیم. من چیزایی که حالا درآورده بودم، تحقیقاتی که کرده بودم و ابتدای ویدیو بهتون گفتم. مواظب خودتون خیلی خیلی باشید. دوستتون دارم، حواستون به خودتون باشه. من اینجا خداحافظی میکنم ولی بریم با هم دیگه ادامه ویدیو تا صحبت‌های عادل رو ببینیم. جوابنی عزیز که افتخار داده بودن و اینجا اومده بودن باش صحبت می‌کنی. حالا شاید یکم در ادامه حالمون بهتر بشه و نمونه که از طریق اینترنت هم بریم سراغشون هم که هستند و باشون صحبت خواهیم کرد. یکم صحبت کنیم تا بعد اولین ارتباطمون وقت بچه‌ها آماده بود 8 و دیشب بازی خیلی عجیب غریبی بود، یعنی خیلی طرفه بود. بعد از به نظرم
فینال 1994 بین برزیل ایتالیا که با توش نه تو رضا اولین بار بود حس خوب یعنی بابک عبادی عزیز که آبدی من گفت عبادی نه بابا الان منطقیه. تو شاید من گریه کردم خب من نه الان 2:42 دقیقه منطقیه. بابک عبادی عزیز محترم عزیز دوست داشتنی با محبت و دمش گرم خیلی ما توی محیط هممون یک دلیلی که پر انرژی بودیم من این ور نوید و محمد اونور این بود که مثلا این فضای استودیو فضای بسیار صمیمانه‌ای بود برای ما و کلی نویسنده خوب درجه یک داریم ما که کلی برنامه ما رو می‌نوشتند و مترجمامون که اصلا من ادعا می‌کنم مترجمایی که ما تو این برنامه میومدن و کار می‌کردن اصلا ترجمه همزمان و مثلا علی شهروز ترجمه همزمان یه بعد دیگه ای اصلا بهش بخشیده اینقدر مسلط اینقدر خوب کار میکنه و درجه یک و بقیه بچه‌هایی که اومدن اینجا مرتضی علی شاهی اون از دست دادن آره اصلا قابل قیاس نیست. آره ولی نمیدونم من خودم اصلا فکرش نمی‌کردم اصلا من خیلی امشب ناراحت بودم خیلی عصبانی بودم خیلی خشمگین بودم خیلی ولی به نظرم خیلی خوب بود. می‌تونی مثلا به حال تو این سالا مثلا همش میگفتم تو همین چند سالی که من 360 شروع کردم اون دوستانی که من بر مدارشون نبودم هر نوع کار غیر اخلاقی که فکر کنی انجام دادن که جلوی کار منو بگیرن از اینکه نامه به تمام نهاد امنیتی بزنن خودشون یعنی کشتن که مثلا نذارن من کار کنم. باز من میگفتم مثلا یه سری آدم عاقل توی رأس جای مختلف هستن که اینا میگن آقا این آدمی که مونده اینجا نرفته این همه پیشنهاد اقوا کننده چند میلیون دلاری بهش دادن نرفته بچه سالمی هست اینجا داره کار میکنه بذار کار کنه. مثلا یه سری آدم هستن که به حال به فکر صلاح مردم مثلا دوستان یه سرگرمی من میتونم مردم سرگرم کنم یه اتفاقات خوبی رو رقم بزنم همش به خودم اینو میگفتم که در برابر اون دوستانی که بر مدارشون نبودم و خیلی تلاش کردن و تلاش میکنن تا آخر عمرشون به این تلاششون ادامه میدن جلوی اونا مثلا وایسادن نذاشتن که مثلا این بعد یه سری آدم یه کارایی بعد مثلا اونورش میدیدم که مثلا این پرونده مثل رفسنجان چرا باید آدمی که بیان و آشکاره که فاسد بوده بیان و آشکاره که سکه گرفته و اصلا هیچ برخورد مثلا اسم مثلا پرونده بیاد بیرون بعد دوباره امروز اتفاق رخ میده توی چند وقت مثلا خیلی فشار از روز اول شروع این برنامه انواع اصلا فشارا به من آوردن. اگه من بعضی موقع تو برنامه میدیدید که تمرکز ندارم گیج میزنم نمیدونم سوتی میدم اینا یه بخشش حالا یه بخشش خاطر ذات خودم ولی بخشش خاطر فشار وحشتناکی بوده که به من میآوردن. بعدش گفتم وایس آدم عاقل و به حال آدمایی که به فکر صلاح مملکت هستن صلاح کشور هستن یا مثلا میگن اوکی آدم داره کار میکنه بذار کارشو بکنه و سنگ اندازی نکنه. بعد دوباره یه دفعه میبینم شاید میگم این جنگ قدرت بین دوستان نمیدونم واقعا خیلی همش به فکر میکنم که اصلا چی داره میذاره مملکت چی میذاره کی میخواد یکم ما به آرامش نزدیک بشیم. اینقدر مردم بدبختی دارن آقا هر شب به فکر که آقا نمیدونم حمله نمیشه جنگ چجوریه اونجا برق نداره اون نمیدونم آب نداره دلار شده 200,000 تومان داره میشه یورو داره نمیدونم سر به فلک میکشن نون شب نداره مردم بخورن. بعد شما دغدغتون اینه که بیاد مثلا جلوی کار منو بگیرید من که چند میلیون نفر رو سرگرم کردم با فوتبال با برنامه سالم برنامه درست ساختن واقعا دغدغتون اینه. مثلا بعد میبینم چرا باید ما انتظار داشته باشیم مملکت خوب بشه چرا واقعا باید فکر کنیم که میشه امیدوار بود وقتی اینقدر سطح دغدغه پایینه یه اپلیکیشن سایت شما تحمل نمیکنید یه کوچیکی جایی داره واسه کار میکنه مردم چه اقبال دارن. قسمت بعدی